سلام و عرض ادب و احترام خدمت یک شما دوستا و عزیزا. خدا کنه که همگی دارای صحت کامل باشین و از گزند روزگار در حفظ و در پناه خداوند بی‌نیاز باشین. شوقی ها و وطندارای عزیز، تمام شما عزیزا را خوش آمدید میگیم به یکی دیگر از برنامه های شوق در منطقه بی محروی شهر کابل. دوستا و عزیزا، مثل همیشه آمدیم در بام وقت کفتر بازیز بخیر. کفترک های جنگی خود ایلا کردیم، یک چند دقیقه یک شوقشان هم میکنیم. انشالله که تا آخر برنامه همراه ما باشین و برنامه خودتان رو بیننده باشین. دوستا ببینیم که امروز کفترهای ما چی میکنن. خدا کنه که بدل ما گشت کنن و شوق ما و شما شود. دوستا دو دانه سوار خودم دوستا چند روز میشه که در جنگ ایلا کردیم بخیر دیگه. نه امروز هم دست اول ایلاشون کردیم. یکی همی سار است دوستا که بخیر دست اول شده دیگه، و یکی هم دوستا همی جوگی سار است. اینی دو کفتر دیگه دست اول ساختیم بخیر. خدا کنه که پیش کس بای نرن و سرخم نکنن. کفترک را میپرانیم دوستا. تا آخر برنامه همراه ما باشین و برنامه خودتان بیننده باشین. شوقی ها و وطندارای عزیز، کفترک های ما خدا بلند کردن. هوا هم خوب صاف است دیگه، و مدلکشان هست اینم میگردن دوستا. اینجا یک چند دقیقه خدا گرم میکنن دوستا. انشالله ببینین که کدام سو میپرتن خدا، کدام سو میرن بخیر. این همیسو انداختن خدا چپ راست کرده دیگه دوستا. ببینین که دور میخورن یا همه تو میرن. هموسو انداخت خدا دوستا. کفتر چپ و راست کرده انداخت خدا. اینجا میگردن دیگه دوستا. یک چند دقیقه برشون وقت میتیم خدا گرم کنن. بار از اول بخیر چوریشان میکنیم دوستا. دوستا کفتر همونجا گد خورد که یک 10 کفتر رو بود دوستا. همونجا کفتر هم تیت شدن. خب یک چند کفترش در کفتر ما مان دوستا. وطندارا و شوقی های عزیز، کفترک های ما طرف قلعه خاطر انداختن خدا رفتن. نه همین چند کفتر ما کیس و بند مانده بود آمده. این 4 کفتر دیگه مطابقی کفترها دوستا همون طرف رفتن، طرف قلعه خاطر انداختن خدا دوستا. این دوستا کفتر پیدا شد بخیر. یک چاش نیک میتیم میشانه ببینیم که چی میشه دوستا. چی مانده در کفتر. کفتر هم کفتر ما هست دوستا. یک دونه سوز هم هست. یک سوز از دوستا در کفتر ما. یک دونه
کابرات واره از یک کفتر. دوستا این آرون جان هم پیدا شد دیگه. کفتر همون همون قسمت میگردن دوستا می این طرف پانا. آرون گد خورده بود دوستا. اینا دوستا که آرون هم گد خورده. که یک چند کفتر دیگه هم گد خورده. دیگه ببینیم که چی میکنن کفتر رو. یک بی میکنیم دوستا میشنیم کفترکای خودم یک دفعه. پس باز میپرانیم میشونه. بیا 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 چند کفتر از دوستا به کفتر ها. یک دانه بازی کنیم ببینیم چی میشه. کفتر همون طرف خود انداخت. اوه ناموسو میره دیگه. ببینیم که چی میکنن. این دفعه دوستا رفتن اون طرف. رفت دوستا کفتر اون طرف. اون یه چپا کردن. همونجا میگردن دیگه دوستا. اینو میان طرف خانه میان پس. ببینیم که چی مانده دوستا در کفتر ما. یک دونه سرخ جوگی مانده از آرون است. یک سبز آمد دوستا در کفترهای ما. ببینیم که چی میکنه. سبز میشینه یا نه دوستا. سبز هم خدا میکشه دوستا. فکر نکنه که بشینه. روز قبل هم دوستا می کفتر ما می آمد نمیشیشت. این امروز هم یک کفتر ها میته خدا مگم هم پشت کفتر ها یکان دوره میدنه. پس خدا میکشه. سرمی که کفتر ها دور میخوره دوستا. دوستا یک دونه زاغ از در کفتر ما. یک دونه یک کابره بود میشیم که مانده یا رفته. کابرش نیست دوستا. یک دونه زاغ از در کفتر ما. یک دست کفترکای خودم میشونیم پس میپرانیمشون. بیا
اونم سر کفتر از دوست. یک دونه سوز آمد سالا. بیا بیا دوستا بیرو بار زیاد از دیگه این مردم نمیمونن که کفتر مبرزی پیش. اونم یه دو سه خیل تیت پرک از دوستا دیگه هر کس هر طرف میگرده. یک کفترش داخل میمونه، دو کفترش داخل میمونه، کفتر تاو میتن. دیگه مشکل از کفتر دواندن یکمه. دی بیرو بار سخت از دوستان. دوستا تا کفتر خود راست میکنه که بره. این نمیجه گهت میخوره که از این نمی بیادر موضوعه. دیگه راه چاره نداره غیر از که این نمیجه پرانده بریمشونه دیگه. دیگه تایم هم دوستا این همه تو بیرو بار است. یگانه تایمی که در فرصتی از این همی تایم از دوستا. دیگه این تایم هم همی اندیوال ما هست. این یه نکت ما کفتر بازی میکنه دیگه دست به دست زده میره. دیگه نمیفهمم که از این کفتر بازی چه لذت میبرن دوستا. برای ما بسیار خسته کن تمام میشه این رقم کفتر بازی که پالو در پالو باشه و اینم تو کفترت نصفشو سوبانه و نصفشی سوبانه و 4 تاش یک سو بره و 2 تاش یک سو بره. نمیفهمم که از این شوق یا چی لذت میبرن دوستا. یک کفترکای خود اعلام میکنیم متوقعش هم یک چند دقیقه که بگردن دوستا دیگه. همینجا یک چند دقیقه کردم آدم جنگ هم میتیم یک چند کفتر دیگه یک هست. دوستان وطندارای عزیز تشکر از اینکه برنامه خودتان تعقیب میکنین و خدا کنه که از دیدن برنامه های ما خسته نشین دوستا. متباقی کفترکا را میلا کردیم بخیر که چند دقیقه چوریشان کنیم و شوقشان کنیم دوستا. ببینید سیاه چپ دم سفید ایلا کردیم دوستا. ساز پتاین را بخیر ایلا کردیم که به جنگانی میشه. همین قسم دوستا سرخ چپ دم رنگه را دوستا ایلا کردیم بخیر که به جنگانی میشه. زاغ دم سفید است، سبز روشن است، گوره شیرازی است، سرخجوگی است، مشکی چپ دم سفید است دوستا. دو تا آتیشی های دم سفید است ایلاشان کردیم بخیر بر جنگ. یکی آتیشی است و یکی هم هر دوی جوان کفتر هاست دوستا. این همی کفتر کار ایلا کردیم دیگه اینا ببینیم که چی میکنن دوستا. Hey!
یه دونه سبز می کفتر ما آمد از این بیری بارکا خدا داد در کفتر ما. حالا خودم کفتر آمده دوستا چوریش نمی کنیم شاید که نو باشه این کفتر. کفترهای ما خدا بلند کرد سبزم در کفتر از دوستا. حالا میکشه خدا پس آنه والا گوشه کرد خدا اونو دو اون طرف هست. دوستا جمع دیگه کفترکای خدا میلان میکنیم یک چند دقیقه یک تاوشان میتیم. دوستا تمام کفترکای خدا ایلا کردیم یک چند دقیقه یک مستی کنن و شوقشان کنیم. اینه دوستا کفترهای جانم آمد یک گد بخوره ببینیم که چی میشه دیگه. توکل به خدا. اینه دوستا گد خورد کفترها. دوستا کفترکای ما گد خورد کرد کفترهای آمد دو جمع شد دوستا. اینه پسی کفترام خدا دادم در کفترها. ببینیم که چی کدام کفتر ما میره در کفتر از او بیادر ما که یک طورش کنه دوستا. سینه ما رفته دوستا دمو طرف دمو کفترهای دمو بیادر ما. ببینیم که میشینه نمیشینه. نه نشیش دوستا.
بیا بی. دوستا و شوقی‌های عزیز، یک شکار آمدم، یه شیشته بسیار به جای شیشته دیگه ببینیم که تور ما دوجه نمیرسه دوستا. در این طرف ریز اگه بیایی که تورش کنیم ببینیم که میای نمیای دوستا. باش که من همین کامره رو برش عیار کنم، اگه تانستیم تورش میکنیم دوستا. بریم در جانش ببینیم که میتونه میکنیم. از دار برآمد دوستا شکار پس از تور برآمد بالا. اون رفت، اون از اون دیوال ما بود رفت شیش پیش، از بین تور برآمد بالا. شوقی ها و وطندارای عزیز، یک کفترک از امی یما شیشته میگه ببریم تورش کنیم دوستا که میخیزه پس کفتر. دوستا و وطندارای عزیز، شوقی ها و وطندارای عزیز، رفته رسیدیم به آخر برنامه و وقت خداحافظی رسیده. بخیر دوستا کفترک های خدا پراندیم، شوقشان هم کردیم. خدا کنه که شوق شما دوستان شده باشه و از برنامه ما عزیزانی برنامه ما خسته نشده باشین و وقتتان خوش گذشته باشه و شوقتان شده باشه دوستا. نگه وقت دانه و کفترک ها دوستا دانشان رو میپرتیم، اوکشون رو میتیم، قیدشان میکنیم. بخیر تا برنامه بعدی دوستا، یک و یک شما عزیزا را به خداوند بی همتا به امانت میسپاریم. شب و روزتان خوش باشه. تانایتان به خدا.